مگر ما کلان و زاغ سیاه بود؟ امروز همون حیوانهای لوچ، هوای زیباگی، هوای مدنی. منم از تو نمیترسم. من فقط یک جای ترس دارم و یک الله هست. بیار کتاب تخیر، بیار. من نشان ندادم اگر در روی من تو در رستوران کاسه طبق شوه، در رستوران پول شوه، در رستوران پرده شوه، این بلند برداشتنی حقوقی زن. او کدام حساب؟ ما از تو نمیترسیم. دادر عزیز خان ملیسه هستی، خواب فرقرار هستی، کسی که باشی والله پنجی نمیکنم تو. مگر راضی هستی که دختر رو سینه‌اش در کوچه تابت گردد؟ مگر راضی هستی دختر رو درانی پاش در کوچه تابت گردد؟ و همین راضی علیکم بابایشان درباره سطر روشنی میانداختید، زیرا در مجلس محله یک شخص فرمود که در بالای میز من قرآن با ترجمه هست، در یگان جای او درباره سطر نیست و این زنها خودشان را مانند زاغ سیاه میکنند و این ملاها دیگر ما را فریب کرده نمیتوانند. خیلی تنقید کرد، التماس جواب گویید. اولش که من میخوام همه آدم در اینجا باشند مردانه خیزر پیش ما بیاد. ما به او جنگ نمیکنیم، دست به گریبان نمیشه، همچون یک بحثی علمی میکنیم. همون قرآنش بیارد نزد من او رو نشان دهم از کدام سوره است، در کدام آیت است، ببیند اگر مسلمان باشه خودش خواند و خودش حکم خوش برارد. دیگر اینکه برادرای عزیز، این حکم سطر بیان کردنش این وظیفه شما رئیسای محله نیست، این وظیفه شما معلمای محله، این وظیفه وارثای پیغمبر است. به خاطر یک قرآن ترجمه دار خواندن تو احکام اسلام نمیشناسی. علماها 50 سال و 60 سال کتاب بینی میکنن، باز یک جای نماز کمبودیش جواب گفته نمیتونند. تو با یک قرآن ترجمه دار اسلام حقیقت با همه جزئیات یاد گرفتی؟ بیار جوانمرد باشی، من تو رو نشان دهم در کدام سورت و در کدام آیت است. بیار قرآن خیز. امروز دموکراسی از تو نترس، من تو رو چی نمیگم. منم از تو نمیترسم. من فقط یک جای ترس دارم و یک الله هست. بیار کتاب تخیر، بیار. من نشان ندادم اگر در روی من توف کن. از خدا ترس. برای این گپ گفتم پیش ایشان داملا را گفت حضرت داملا در کجاست همه آیت حجاب به من نشان ده. من خانم این است مردی. وای زاغ سیاه نیست، وای مسلمان است. مگر مادر تو زاغ سیاه بود؟ مگر مامای تو زاغ سیاه بود؟ مگر ماما کلان و زاغ سیاه بود؟ امروز همون حیوانهای لوچ، هوای زیباگی، هوای مدنیت. مرگ به تو باری مسلمان، مرگ بر تو باری مسلمان. با تو پیغمبری تو رو شاید 5-6 موسفید احمق جنازه میکردگیست، با کدام یگان ملای بی غیرت تو رو با جنازه میکردگیست. وای زاغ سیاه نیست، وای ایمان است. مگر راضی هستی که دختر رو سینه‌اش در کوچه تابت گردد؟ مگر راضی هستی دختر رو درانی پاش در کوچه تابت گردد؟ و همین راضی هستی؟ به جای که شما دخترها رو نصیحت کنید که بچه می حیا را همه دوست می‌دارد، تمام اشعارش کلاسیکای گذشته رو خوان درباره حیا سخن میگویند. مگر از خدا نمیترسیم؟ ما از تو نمیترسیم. دادر عزیز خان ملیسه هستی، خواب فرقرار هستی، کسی که باشی والله پنجی نمیکنم من تو را. وقتی که حقوق حق اسلام تا گم میزنی، حکم اسلام تا گم میزنی، تو قدر نداری برای ما. کسی که نباشی، خواه معلم هستی، خواه درکتر هستی، تو مسلمان باشی، مرد باشی، خیلی کتاب تگیر بیار پیش من. خوب به من روپرون نمیشی، پیش داملا بیار همسایت هست. احکام اسلام شوخی ندارد. حضرت بیدین گفته بود ادبگاهی محبت نه شوخی بر نمیدارد. ما ملاها از پیش خود گپ زنیم فقط خدا زبانای ما را از حق با میکشد. آی دادر عزیز، کسی که باشی خداوند اول توفیق دیاد، اول خدا هدایت کنه برای راست اصلاح شه و الا خداوند جوان مرگت کنه. کسی هستی دادر عزیز، ما از ترس خدا این سخنان رو با شما میرسانیم و الا برای من چه زور آمده است که گلو هم خسته شده، چه زور آمده است که در پیش حکومتدارا خمه قدر سیاه کردیدم. من خدا مجبور دارم که به شما حکم رسانم. اصول اختیار در تو از قبول کنیده کن، قبول نکنی ما تو رو مجبور نمیکنیم. این امر خداست. ما برای نمایش دهی نه، برای شهرت نه، برای خود. من از شهرت بیزار هستم، من از خود نمایی بیزار هستم، من از 50 اسمی پولی میدادگی کنجه بیزار. من خدا هر نماز از در مسجد چیستم آدم میرن زیارتو میکنه حق میتیاد. من از خدا میدانم رزق من خدا میتیاد. من در رحم مادر بودم، خدا من رزق داد. امروز من به رزق میگذارم، لیکن به خاطر خدا به من گفته یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. همین آیت در ترجمه خواندی؟ همین آیت خواندی که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. ای پیغمبر و ای جانشین ای پیغمبر، حکم من به بندگانم رسان. همین از روی حساب گو خواندی نه؟ یا همیش هم در قرآن نیست؟ مگر این آیت در قرآن نیست؟ یا ایها النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. این در قرآن نیست؟ و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه
الجاهلیة الاولى این در قرآن نیست؟ تو کدام قرآن خواندی؟ یکم یهودی رو قرآنش خواندی یا یکم بیبلی خواندی؟ شرمنده با مسلمان میگیرد خودش، با مسلمان میگیرد. پگه پیش خدا میری گفتی ازبک بارگندن که ایز کرسیز ببینی تو هم میری منم میرم. همون روز خداوند اگر من در محکمه سودش خیزانه من تو رو که الان نمیشناسم کی هستی، یکم بزدل هستی ایجاد نمیخیزی، اگر در اینجا بخشینگی نباشی میلش من همون روز در پیشگاه خدا بالای تو دعوا میکنم. والله خدا شاهد باش من بالای این سگی لعین دعوا میکنم پیشگاه تو در محکمه سودی خدا. بنابرای خدا میگه که بالاجمال فی القول والفعل، یعنی در اخلاق زندگی هم، در معامله هم، در همخوابگی هم، در اجرای خیز فرمانهای زن تا نام خوش اخلاق باشه. پروردگار میگوید بنابرای مردی حقیقی همسرش هر چی خواهد امکانیت داشته باشد براش اجرا میکند و همسرش با نفقه تأمین میکند، با خورد و خراب، با پوشاک، با خوشبویی، با جای خواب. این وظیفه مرد است. وظیفه زن که امروز معلاسف عکس شده است، زنی بیچاره مانند شوهرش از صبح میبره تا شام در کوچه کار میکنه. وظیفه زن در نظر دین مقدس اسلام شوهر تربیت کردن است، فرزند به دنیا آوردن است، فرزند تربیت کردن است، برای شوهر خانش آباد نگاه داشتن است، برای شوهر لباس و خوراک تیار کردن است. همین کار است. همین کار نیست مگر عزیزان من از روی انصاف شما این دشمنان اسلام شما رو فریب بریزدند. همین زنک لباس شوید، غذا کن آماده کند، خانه شوهرش تازه کند. همین کار است. این امروز دشمنان اسلام پایمال کردن حقوقی زن. اگر همین کارها رو در رستوران کنند، مادر رو در رستوران کاسه طبق شود، در رستوران پول شود، در رستوران پرده شود، این بلند برداشتن حقوق زن. او کدامش انصاف است؟ آیا شما رو کور کردن این دشمنای خدا؟ زنک لباس شوهرش شوید، این تحقیر به حقوق زن. اما در خیمیشسکر و لباس مردای بیگانه رو شوید، این بلند برداشتن حقوق زن. زنک در خانه پیش شوهرش اوقات بیاره، این پایمال کردن حقوق زن. در رستوران پیش مردهای بولهوس تا سینه‌اش اینجاش نشت با ناز ایشما اوقات بیارد، این بلند برداشتن حقوق زن. کدامش از انصاف؟ خدا رحمت کنه. فردوسی بزرگم یک بیت دارد در شاهنامه‌اش: زنان را بود بس همین یک هنر، کشینند و زایند و شیرانی نر. زن هنرش چیز از زن ما رارویی است. زن هنرش در رستوران پیش خدمت بودن است. زن هنرش در دکان سودا زینت داده به ایشما خریدارا رو به خود جلب کردن است. این هنرش نیست. زنان را بود بس همین یک هنر، کشینند خانه در زایند شیرانی نر. من این تو جوانکای زیبار تربیت کنند. حق به جانب فردوسی است. گپی ترسونزاده خطا هست. خدا مغفرت کن. ترسونزاده را وقتی گفته بود خوب شد که زن به دولت یار شد، مملکت از دست زن گلزار شد. نه گلزار نشد، رسوا شد. بیچاره او از ترس کمونیستا این گپ زده بود، از طرز حزب کمونیست و بیورای مرکزی این گپ زده بود. نباشه باید بیزار بود از امون زنش کوچه برآمدن، از امون دخترش خواندن که بشانی شوهری عروس کرد، از خجالت بیچاره به مرده برافت. گپ حق تنیف فردوسی است. خدا رحمت کنش. زنان را بود بس همین یک هنر، کشینند و زایند شیرانی نر. من نمیگم خواهرای ما کار نکنن. خوب وقتی که زندگیش نمیگذارد، شوهرش کم بغل است، برای یاردمی در زندگی میلش کار کنه، اما کاری به خودش مناسب کند. کارهای زنانه هم هست، کند اما کاره عیبش نیست، لیکن با آداب اسلامی، با روی مال، با کرتی آستیندار برات کار کند. بازار میشیند، در دکان کار میلش کار کند، روی مال بندد پیش برکش محکم، خلط پوشد تا آستینش تا بند دستش محکم، میلش کار کند. خدا این اجازت داد، پیغمبر این اجازت داد است. ان الله قد اذن لكم ان تخرجن لحوائجكن. رسول اکرم در شما خواهرا به خاطر ضرورت حتی در مختصر هم است، ملاهای مختصر خان هم میدانند که حتی زن در حالت عده اگر از جای نفقه میرسیدگیش نباشه میتانه و تخرج فی الملوین خاشه بخارود برات کار کنه به خاطر نفقهش.
لیکن خواهرای عزیز، وظیفه شما شوهربانی کردن است، وظیفه شما خانه شوهر تازه نگه داشتن است، وظیفه شما شوهراتان دوست داشتن است، فرزند تربیت کردن است. خدا نگهدار رئیس جمهور در کدام و آخری با زنها هشتم مرد بود. من گاگا تلویزیون یکی حوصله ببینه تماشا میکنم، برای بعضی گپا رو ببینم شما دگم واقعی شما تلویزیون تماشا میکنید فقط سورک